السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بینندگان و هموطنان عزیز و گرامی قدرم. شما رو به برنامه 28 قدرت و حقیقت خوش آمدین میگم. در این برنامه با شما هستم عبیدالله سعیدی و تصمیم دارم چند ساعت دیگر در خدمت شما قرار بگیرم و پیرامون چند موضوعی که در اینجا گذاشتم صحبت خواهیم کرد. و من خواهش میکنم از دوستان و برادران که در روند برنامه اگر فکر نظری رو دارن، سوالی دارن، میتونن وارد شوند، سوال و نظر خود رو در اینجا ارائه کنند و علاوه بر این همچنان میتونن سوالهای خود رو در کامنتار یا که در نظریات بنویسند و من در روند برنامه سوالهای شما را خواهم خواند و به اونها پاسخ خواهم داد. هموطنان و هموطنان عزیز، همدیاران عزیز، در برنامه امروز تقریبا حدود 3 موضوع رو صحبت خواهیم کرد و 2 موضوع اون بسیار مهم است که ما تحلیل و بررسی خواهیم کرد و موضوع سوم امکان وقت اگر با ما اجازه داد میتونیم که به اون بپیوندیم. در موضوع اول ما تنش میان آذربایجان و ازبکستان صحبت میکنیم که بسیار یک تنش بزرگ است و تاثیر خیلی بزرگ عمیق به تاجیکستان دارد که از جمله ما چند نقطه در اخبار اخیری که ربط دارد به کراکو سیتی و تاجیکایی که در اوجا اتهام زده شدن و عین حال پرونده آنها جریان دارد صحبت خواهیم کرد. و موضوع دوم ما صحبت خواهیم کرد این مسئله مشکلات مهاجران مهنتی که در قلمرو روسیه قرار دارند و از جمله اشخاصی که شهروندی گرفتند و مشکلات آنها که چرا آنها شهروندی میگیرند و همچون یک شهروندی اولی اون کشور در نظر گرفتن نمیشود، بلکه آنها در کوتاه‌ترین فرصت و اندکی اگر کار را انجام میدهند میتوانند با آنها چکار کنند، مشکلات زیاد وارد کنند و از جمله این مشکلات هایی که ما بیان کردیم که کراکو سیتی است و فرزند 5 ساله این عمر اون نفر و ده های دیگری که امروز در جنگ اوکراین برده کشته میشوند و هیچ کسی در اینجا جوابگو و پاسخگو نیست. مسئله دیگری که صحبت خواهیم کرد مسئله صادرات است و واردات داخل کشور ما که به اقتصاد خیلی ربطی مهمی دارد و از جمله این به فدراسیون روسیه را هم ربط دارد که ما این را در موضوع خودمون داخل خواهیم کرد و صحبت کنیم که چرا ما واردات بیشتری دارم که این لطمه میزند به بودجه کشور، به اقتصاد کشور که هیچ گونه پیشروی در تاجیکستان دیده نمیشه. یکی از سبب‌های اساسی پیش نرفتن هر جامعه بدنی یعنی بیشتر بدنی واردات از صادرات است. برای همین ما وقتی که واردات بیشتر در جامعه داریم، تاجیکستان هیچ وقت پیشرفت نمی‌کند، جای کاری بیشتر تشکیل کردن نمی‌شود و وضعیت زندگی مردم ما بیشتر نمی‌شود. این موضوع را هم مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد و از دوستان و هموطنان خواهش میکنیم که برنامه را پدیلیت کنند و در روند برنامه و پیشروی برنامه با ما کمک برسانند. برمیگردیم به موضوع اولی که ما امروز گذاشتیم. موضوع اولی ما امروز همونطوری که به شما گفتم موضوع کشته شدن 2 شهروند آذربایجانی در فدراسیون روسیه است. دوستان گرامی و هموطنان عزیز، در روز 27 همین ماه ایون ماه گذشته علاقه یکم است امروز 27 ماه گذشته در فدراسیون روسیه 2 شهروند آذربایجانی که شهروند روسیه را داشتند. این بسیار مهم است که شما بدانید که اونا 2 شهروندی داشتند، یکی شهروند آذربایجان و دوم شهروند آذربایجان. این برای چی مهم است؟ برای اینکه امروز اکثریت مردم ما که در فدراسیون روسیه میان برای گرفتن 2 شهروندی تلاش میکنن و کوشش میکنن و اکثریت علاقه 2 شهروندی دارن. بر این اساس یعنی ضیاءالدین و حسین در روز 27 که 2 شهروندی داشتن از جانب پلیس دستگیر کرده میشن و بالاخره کشته میشوند و حکومت روسیه یکی از اونها را میگوید که سکته قلب کرد، از دنیا گذشت و دومیش را اصلا پاسخ نمیدهد که سببها در چی است که آنها کشته شدند. و این واکنش حکومت جمهوری آذربایجان را برمیخیزد و اونها در قدم اول به سفیر این روسیه در اونجا ناتا میسپارند و علاوه بر این ناتا چکار میکنند، یکی از
ساختارهای روسی که در آسیای مرکزی بسیار مهم است، ساختارهای خبری به اسم سپوتنیک. در تاجیکستان ما رسانه‌ای داریم سپوتنیک تج و این سپوتنیک در تاجیکستان بسیار اخبارهای گوناگونی را مورد حل و بررسی قرار می‌دهد و به مردم تاجیکستان معلومات‌های زیادی را می‌رساند، حالا مفید باشد یا مثبت، مفید باشد یا که منفی. اینش را دیگر خوانندگان اون رسانه درستیش را یا که نادرست بودنش را چی میکنند، بهاگذاری میکنند. ولی همین نهاد، همین رسانه در آذربایجان نیز کار میکند و در آذربایجان نیز فعال است و در بیشتر کشورهای پساشوروی کار میکند. و حکومت آذربایجان در قدم اول 2 کارمند همین نهاد را دستگیر میکند و آنها را با بهانه‌های خب دیگر هر چیزی که باشد میبرد و زندان میکند. این واکنش واقعا هم روسیه رو نگران کرد و در همین چند روز اخیر ما دیدیم که در فدراسیون روسیه علاقه در تمام رسانه‌ها همون بدنامسازی که نسبت مردم تاجیکستان از جمله صورت میگرفت نسبت مردم آذربایجان نیز صورت میگیرد و همه روزه در رسانه‌های روسی نسبت مردم آذربایجان حرفای قبیح زده می شود از آنها، همون گونه که از مردم تاجیکستان یعنی تروریست و این و آن نام میبرند. برعکس از مردم آذربایجان همچون بندی تو یعنی وارزکن از این چیزها استفاده میکنند که این یک چیزی آشناست برای مردم تاجیکستان و ما این چیزا چند روز اخیر میبینیم و بالاخره در همین روزهای اخیر نیز آذربایجان با این واکنش روسیه خاموش نایستاد و چند نفر دیگر را باز نیز در آذربایجان دستگیر کرد. این واکنش ها واقعا این تنش ها بسیار وسیع شده ایستاده است و زیادی از کارشناسان به این نظرند که وضعیت آذربایجان و روسیه و یا اینکه تنش ها بین اینها از زمان آن شروع می شود که هواپیمای آذربایجانی در خاک روسیه از یعنی زده شد و در اون هواپیما زیاده از 30 نفر اگر اشتباه نکنم جان خودش را به جبار سپارید، از دنیا گذشت و چند نفر دیگر نیز زخمی شدند. و در اینجا روسیه اگرچه گناهش رو یعنی به گردن نگرفت و رئیس فدراسیون روسیه ولادیمیر ولادیمیروویچ زنگ زد به الهام علییف و در صحبت تلفنی به ایشان همدردی بیان کرد و گفت که حتما مسئله رو می‌آموزد اگر مشکلات روسیه باشد. عذرخواهی کرد البته، ولی به هر حال از آذربایجان خواست که این مسئله رو بسیار وسیع‌تر نکند و ولادیمیر کوشش میکند که هر کسی در اینجا گناهکار باشد رو به جوابگری بکشد، ولی گناه روسیه رو نپذیرد و گفت که در این کار روسیه گناهکار نیست. ولی الهام علییف واقعا ایستادگی کرد و گفت که این بررسی کرده میشود و اگر هر کسی که در اینجا گناه دارد باید پاسخ بگوید. ولی تا امروز خاموشی وجود دارد و همونطور که میبینیم روسیه هیچ وقت بی جواب نمیماند این گونه قضیه ها را و در کوتاه‌ترین فرصت ما دیدیم که با شهروندان آذربایجان در روسیه این صورت گرفت که 2 شهروند آذربایجان به قتل رساند. آذربایجان نیز ما باید ذکر کنیم که البته یک کشور دیکتاتوری هست به مانند تاجیکستان، به مانند روسیه، بلاروس و دیگر کشورهای پساشوروی حاکمیت دیکتاتوری دارد و البته نمی شود گفت که تمام کارهایی که در داخل آذربایجان کرده می شود شفافیت دارند، اما چند سال اخیر همین دیکتاتور هم رو آورده است به مردم و کماکک کوشش تلاش میکند که خودش رو مردمی نشان بدهد و در پشت مردم باشد و کوشش تلاش کند که به مردمش بیشتر خدمت میکند. البته تا چند این کارهایی را که فرزند علییف انجام میدهد درست‌تر است و ما دیدیم که مثلا قره‌باغ کوهی را از دست آرمنستان آزاد کرد و او را به سرزمین خود پیوست و علاوه بر این چندین مراتبه دیگر از شهروندان خودش که در خارج کشور مورد آزار و اذیت قرار میگیرند از آنها دفاع کرد و حتی در اوکراین شهروند آذربایجانی که هم شهروند اوکراینایی داشتن مورد تحقیر و قرار گرفتن بازداشت شدن از آنها دفاع کرد و همین گونه از ده ها شهروند خودش از در خارج کشور دفاع میکنند و پشتیبانی شهروندان خودش میدارد. و همین به کشور فدراسیون روسیه که آذربایجان یکی از زیر دستهای دیگر فدراسیون روسیه است که چند سال اخیر تلاش دارد زیر دستیش را دورتر بذارد آذربایجان و بر بگردد به
ترکیه و علاوه بر این به اسرائیل، به کشورهای عضو ناتو. و این چیز واقعا بسیار بر روسیه سخت است و روسیه از تمامی فشارها استفاده میکند این مسئله را سر راهش را بگیرد. برای همین این مشکلات ها بین این کشورها و تنش ها زیاد شده است. البته این تنش ها، من چرا این موضوع رو میخوام صحبت کنم، به ما تاجیک ها شاید ربط نداشته باشد تنش های بین آذربایجان و روسیه، ولی این مسئله بسیار مهم است برای ما. چرا مهم نیست؟ چون این مسئله به ما تاثیر خواهد گذاشت وقتی که در روسیه یک بدبینی نسبت یک ملتی که چهرهش مانند ماست و دینش هم دین ماست و یک سرنوشتی مثل سرنوشت ما داشته است، این بدبینی را نسبت جامعه مهاجران روسیه یا جامعه که چنین چهره دارن، چنین فکر دارن، چنین نظر دارن بیشتر میکند. مثال عادی بگیریم، اگر مثال میگیریم در کراکو سیتی وقتی که تاجیک ها را اتهام کردن، ما در اینجا دیدیم که ازبک ها هم سوختن، ما در اینجا دیدیم که قرغیز ها هم سوختن. همه اینها را در روسیه آزار و اذیت میدادن و دستگیر میکردن، عذاب میدادن. و هر یک ملت دیگری که چهره مثل ملت ما دارد، اگر که اون سرنوشتی مثل سرنوشت ما دارد که ما کشورهای پسا شوروی هم در زیر روسیه بزرگ یعنی همون شوروی با هم بودیم و امروز هم استقلالیت، شاید استقلالیت در ناخونک رو به دست داریم و میخواهیم اندک مستقلیت رو به دست بگیریم و کشور خودمون رو اداره کنیم، پس سرنوشت مشترک داریم. و اگر به یک کسی ما یک کار انجام داده شود، بدبینی در یک کشور نسبت یکی از این ملت ها زیادتر شود، مطمئن باشد که بدبینی نسبت ملت دیگری زیادتر خواهد شد. و بر اساس همین است که وقتی ما در اینجا امروز برنامه میکنیم، هدف از این است که برادران و خواهرانی که در فدراسیون روسیه قرار دارین بسیار دقت بدین که تنش میان آذربایجان و روسیه در روزهای نزدیک امکان دارد زیادتر و قوی‌تر شود. شما نادیده نگیرید مسئله امروزه آذربایجان را که مسئله آذربایجان یک مسئله بسیار عمیقی است که آذربایجان هم در بالا ذکر کردم امروز میلی به ناتو دارد و میل آوردن به سوی ناتو یکی از تنش‌های خیلی زیاد را به میان میارد. اوکراین همین سرنوشت را به دست گرفت وقتی اوکراین از پیوستن خود به اتحادیه اروپا و از پیوستن خود به ناتو هیچ ترس هراسی نداشت و این را آشکار بیان کرد و شما دیدید که وضعیت اوکراین به چگونه آمد رسید و به او حمله شد و عاقبتش یک جنگی آدمکشی و انسانکشی که هزارها اوکراین را امروز تلافی می‌دهد و در این جنگ شهروندان تاجیکستان نیز از هر دو طرف متاسفانه قربانی می‌شوند. بعضی از اخبارها خبر می‌دهد که تقریبا حدود 10,000 شهروند تاجیکستان که یک تعداد دو شهروندی دارند در این جنگ کشته میشن، اشتراک میکنن و تابوت‌های هر روز یا دو روز پس یکی از شهروندان تاجیکستان به تاجیکستان انتقال داده میشه. برای همین این موضوع به ما خیلی ربط دارد و ما باید این را نادیده نگیریم که امکان دارد این تنش‌ها اگر سر راهش گرفته نشود وضعیت بدتر میشد. اما بعضی از کارشناسان به این نظرند که تنش‌های اوکراین و روسیه را مجبور میکند که به یعنی به آذربایجان حمله نکند. ولی به هر حال همونطوری که گفتم ایلهام علیف علیه کوشش تلاش دارد یعنی در مقابل روسیه بارها ایستادگی کند، مثلا فروختن نفت به کشور اسرائیل که اصلا اسرائیل عین حال یک کشور استراتژیکی، یک کشور دوست به روسیه نیست، چون با ایران می جنگد و مبارزه میبرد که ایران یک کشور نزدیک روسیه است و هر حمله به ایران یعنی حمله به روسیه در عین حال شمرده می شود. و از این جانب یعنی فروختن نفت، همکاری کردن با اونا و علاوه بر این میل داشتن، نزدیکی داشتن با ترکیه که عضو ناتو هست و از آنها هواپیماهای گوناگون خریدن و اونم در مقابل ارمنستان که عضو ODKB هست و در اشتراک این مسئله میتواند یک مسئله مهمی باشد که تنش‌ها رو بیشتر میکند و یک جنگ روبروی میارد. بیاید این اخبار رو از ازیا پیلوس به سمت شما میخونیم. ما در همین اخبار پیوسته مسئله مهاجرای تاجیک رو صحبت خواهیم کرد، ولی پیش از آن که ما برمیگردیم به مسئله مهاجران تاجیک و کراکو سیتی که ما پشتیبان نداریم و چرا واقعه ها و مقایسه های بین ما تفاوت خیلی زیاد دارد، فرقیت دارد که آذربایجان امروز در دفاع از هموطنانش ایستادگی میکند و حکومت تاجیکستان امروز نمیکند. این مسئله رو ما بررسی و تحلیل میکنیم، ولی پیش از آن که به این مسئله
برگردیم. من میخوام مسئله را که برای شما واضح تر شود و روشن تر شود که از کجا این تنش ها آغاز پیدا کرد به سمت شما برسانیم همدیران عزیز. این مسئله اولی است که من از اپیلوس به سمت شما میرسانم دوستان عزیز. همطوری که دوستان و هموطنان عزیز و گرامی قدرم در روی اکران خود شما میبینید، افزایش تنش مشکلات اینترنتی پیش آمد. به نظر من اشتباه نکنم دوستان عزیز صدای ما رو میشنوید؟ بله، متاسفانه مشکلات اینترنتی پیش آمد. اگر ببخشید دوستان من دوباره این را به سمت شما برسانم. بله ببخشید دوستان، این مسئله را دوستان گرامی صدای ما را در چی خود دارین؟ صدای ما را برادرها در کامنتاری بنویسین اگر صدای ما باشد من این مطلب را برای شما بخوانم، چون مشکلات اینترنتی به میان آمده. صدای ما هست در پخش مستقیم بچه‌ها؟ صدای ما هست؟ برادرای مدیریتور یک نگاه کنین صدای ما هست در پخش مستقیم؟ صدای ما بچه‌ها هست؟ فکر میکنم مشکلات اینترنتی داریم و کمک از چی بچه‌ها هم شاید دیرتر بیاید و به همین اساس دوستان گرامی از همه شما عذر می‌پرسیم. مشکلات اینترنتی چند مدت میشه در ما هست. بچه‌ها لایک خود رو بگذارین اگر صدای ما باشد، نظریات بیشتر بنویسین. نظریات خیلی کم است و این باعث می‌گرده که پخش مستقیم ما بیشتر نشود. برادر یوسف خیلی زیاد تشکر، بله صدا خوب است. برادر بلال هم تشکر بچه‌ها برای معلوماتی داده. خب افزایش تنش میان آذربایجان و روسیه. سردی روابط از سقوط هواپیما آغاز شده با کشتار 2 آذری و بازداشت ژورنالیستان روس شدت یافت. این مسئله ای است که در آسیا پیروز نشر شده است. پس از کشتار 2 آذری که ضمن یک عملیات بازداشت شده مقامات روس در شهر اکاترینبورگ اتفاق افتاد، تنش میان روسیه و آذربایجان افزایش یافت. در پی این در باکو 2 کارمند خبرنگار روسیه اسپوتنیک با اتهام همکاری با مقامات ویژه روسیه بازداشت شدند. همچون همه چهاربینی‌های تحریری شده روسیه و سفر معاون سروزیر این کشور به روسیه بیکار گردید. کشتار 2 آذری در اکاترینبورگ. ضیاءالدین و حسین سفر دو برادری که آذری بوده شهروند روسیه را نیز داشتند روز 27 ایون ضمن یک عملیات مقامات روسیه در شهر اکاترینبورگ کشته شدند. مقامات روسیه سبب مرگ یکی از آنها را سکته قلب اعلام کرد، اما درباره سبب مرگ دوم معلومات دقیق ندادند. مقامات آذربایجان این عملیات را همچون کشتار غیر قانونی و با پایه ملتگرایی نامیده محکوم کردند و تحقیقات مستقل را طلب نمودند. مقامات روسیه 2 کشته شده و 10 نفر دیگر را که همگی آذری های مقیم این کشور بودند با جنایت های سالهای پیش صادر شده متهم میکنند. رسانه‌های آذربایجان با تکیه به سخنان پیوندان بازداشت شدگان نوشتند که عملیات تنها به آذری ها روانه شده و بازداشت شدگان را شکنجه کردند. مقامات روسیه این ادعا را رد کرده عملیات ضد آذری ها را برگزار کرده شده را ضروری نامیده است. حالا جسدهای هر دو کشته را به آذربایجان انتقال دادند. خب این مسئله بازداشت ژورنالیستان است که من این را از رادیوی آزادی صدای من تمام نیست، صدای ویدیو هست. متاسفانه پیدا شد صدای ویدیو نیست. حالا نمیفهمم دوستان گرامی چرا صدای ویدیو نباشد، مشکل در چی است. این رو شاید دیرتر حل کنیم. یا این مثلا این ویدیو را خب در عموم ویدیو را شما تماشا کردید، دستگیر شدن این مسئله و این کارشناسی که چند صحبت کرد و بعداً این کارشناس صحبت کرد همون موضوعی که اول من چند را ذکر کردم ایشان ذکر کردم. بیا این مسئله را ما میگذاریم و بعداً و کوشش میکنیم که مشکلات تکنیکی حل بکنیم، بعداً این ویدیو را پیوست میکنیم. ولی مشکل نداره. ما میگذاریم به مسئله دیگری که این موضوع رو برای ما
معلومات بیشتر میتید. بیا بگذاریم به رادیو آزیاپیلوس و تا زمان حل شدن این مسئله از آزیاپیلوس این موضوع رو بخوانیم برای شما. منم کوشش میکنم که کامل ترش رو برای شما بخوانم تا برای شما مشکل ایجاد نشه. خب پس از 3 روز عملیات و کشتار 2 آذری در یکاترینبورگ، روز 30 ایون مقامات آذربایجان در شهر باکو با دفتر خبرگزاری روسیه سپوتنیک رفتن و 2 کارمند این ایگور کارواتوی و دیرکتور اجراییه و evgeniy بلاروسوف محرر مسئول را بازداشت کردند. مقامات آذربایجانی آنها را با فعالیت‌های غیر قانونی و همکاری با خدمات فدرالی امنیت روسیه متهم کردند. همچنان آیتکین حسینова خبرنگار خبرگزاری روپتلی که بازداشت کارمندان سپوتنیک را با نوار گرفته بود نیز بازداشت گردید. در پی این سفیر آذربایجان در روسیه با وزارت کارهای خارجه روسیه دعوت گردید. نامه اعتراضی سپاریده شد. خب لغو چهاربینی‌ها و سفرهای معاون سروزیر. در پی تنش آذربایجان سفر هیئت رسمی خود را به مسکو و برگزاری چهاربینی‌های فرهنگی روسیه را در قلمرو خود لغو کرد. همچون سفیر الکسی اوورچوک معاون سروزیر روسیه به باکو را بیکار کرد. کرمل این اقدام را تأسف‌وار نامیده و اظهار داشت که با عملیات قانونی نباید چنین واکنش شود و این باعث تنش روابط گردد. باید گفت که صادر روابط میان خب این دوامش رو می‌بینیم. یک مسئله دیگه ای است که این نواری که دیگری که من بسام این نوار در روز اخیر از رسانه‌ها نشر شد و در این نوار نیز نشان داده می شود که چگونه در آذربایجان ریدها انجام داده میشن. Як азербайджанская полиция провела рейд по поиску и задержанию незаконных мигрантов. یعنی همین حالتی که در داخل روسیه انجام داده می شود و یعنی آذربایجانی ها را، روس ها را، تاجیک ها را، ازبک ها را و دیگر ملت ها را پلیس روسیه دستگیر میکند و تحقیر میکند، میبرد زندان و در آذربایجان نیز نسبت روس ها و کسانی که شهروند روسیه هستند همین اقدام صورت گرفت و شما این نوار رو میبینید چگونه دستگیر کردن شهروندان روسیه در حدود آذربایجان. شما دیده ایستادید اونها رو دستگیر کردن و چیکار میکنن؟ میبرن. حالا تا کجا این ویدیو، مخصوصا این ویدیو تصدیق پیدا میکند که در خود آذربایجان هست نیست وقت نشان میدهد، ولی کسانی که رو بازنشر میکنن و نشر کردن میگویند که این آذربایجان است و همونطوری که در بالا من خواندم یعنی دستگیر کردن شهروندان روس در کشور آذربایجان است. این مطلب برای ما چی را نشان میدهد؟ از همون گفته من یعنی تنش های دو کشور را هر روز زیادتر میکند، بیشتر میکند و نشان میدهد که در کشورها چه اتفاقی میافتد و چرا کشور آذربایجان با این خردی در مقابل روسیه ایستادگی میکند و کوشش تلاش میکند که از زیر نفوذ روسیه بیرونتر برود و استقلالیت خود را مستقلانه یا اینکه با کشورهای غربی پیش ببرد. همدیران و هموطنان عزیز، این حال ما برمیگردیم به همون مسئله که به ما ربط دارد. این تنش‌ها میان آذربایجان و روسیه چند درس برای ما میدهد. درس اول دفاع کردن از حقوق شهروندان. ببینید وقتی که آذربایجان شهروندانش رو که دو شهرونده دارن از جانب روسیه که اون رو روسیه قانونی میشمارد، یک روند پیگیری ناعدالتی در داخل خودش میشمارد، واکنش نشان میدهد آذربایجان و علاوه بر این میاد دو روزنامه‌نگار این کشور را در داخل سرزمین خودش دستگیر میکند. این نشانداد حماقت، ایستادگی، دفاع کردن از شهروند و از ساکن خودت میباشد. فرقی نمیکند که دو شهروندی 10 شهروندی را دارد. و اگر که ما همچون یک شهروند تاجیکستان این عمل را ببینیم و در چهره دولتدارای خود غلام پرستی و غلام بودنگی را نبینیم، پس برای ما باید ننگ باشد. چرا آذربایجان بتواند از شهروندان خود
دفاع کند، ایستادگی کند، ولی مقامات تاجیکستان ما خاموشی را اختیار کنند و هیچ واکنش در تحقیر کردن، در زندان کردن، در کشتن شهروندان ما انجام ندهند. شما عمر را فراموش کردید، یک فرزند کوچک که در فدراسیون روسیه تجاوز کرده شد و کشته شد شما فراموش کرد؟ شما مگر فراموش کردین این واقعه ها را؟ حکومت تاجیکستان در این باره چیکار کرد؟ چی کار انجام داد؟ شما فراموش کردید که وقتی در تاجیکستان به خاطر یک خویشاوند رحمانوف دو لیاچیک را دستگیر کردن، روسیه چقدر شهروندان تاجیکستان را دپورت کرد؟ چقدر تحقیر و بازداشت‌ها در روسیه انجام شد تا اینه که دو هواپیما، دو لیاچیک روسیه از تاجیکستان آزاد کرده شود. ولی وقتی چنین کارها در تاجیک در حدود روسیه صورت میگیرد، پرزیدنت تاجیکستان در تاجیکستان خاموش است و پاسخ نمیدهد. بیایید یکی از مسئله های کسانی که دو شهروندی دارن در قلمرو روسیه زندگی میکنن مسئله شون رو ببینیم. این اولین خبری است که چنین حالت ها را نشان میدهد. من به سمت شما میرسم. همین برادر تاجیک در فدراسیون روسیه با همسرش که شهروند روسیه دارن، آیا شما با خبر هستید؟ آیا شما اخبار این نفر را خوندید؟ کسی که برایش به خاطری بسیار فرزندی در فدراسیون روسیه خانه تحفه کرده بودند. یادتون هست؟ در شهر میتیشین برای این خانه تحفه کردن. کی فراموش کرد اون خانه را؟ آیا اون خانه را برای شهروند تاجیکستان که شهروند روسیه را گرفته بود و سرفرزند بود خانه را براش دادن؟ نه اینکه آن خانه را برایش ندادن، خانه را برایش ندادن، تحقیرش کردن و دهها تهمت رو نسبتش زدن و الکی نسبتش پرونده باز کردن و میخوان برن زندانش کنن. آیا حکومت تاجیکستان بار در این مسئله یگان کار را انجام داد؟ آیا سفیر روسیه رو در تاجیکستان اظهار کرد؟ آیا نوت سپارید؟ آیا یک شهروند روسیه رو در قلمرو تاجیکستان دستگیر کرد؟ وقتی که حرف ما از عدالت و از دفاع میزنیم باید دفاع کرده شود. چرا آذربایجان توانست از شهروندی که دو شهروندی داشت از شهروندی خود در فدراسیون روسیه ایستادگی کند، دفاع کند و شهروندان روس را بخوابد، دستگیر کند و نشان بدهد که من شهروندم برایم ارزش دارد؟ چرا حکومت تاجیکستان این کارو نمیکند؟ بیایید مطلب رو با هم بخونیم. هدیه‌ای که برای خانواده تاجیک در روسیه دردی سر شد. 3 ماه پس از حمله سختی لفظی در اینترنت به یک خانواده زاده تاجیکستان که مقامات تاجیکستان به او، مقامات روسیه به او خانه دادن، سرور این عائله بازداشت شده است. محیدین خالقزاده کمیته تفتیشات روسیه به گمان تلاش برای گرفتن امتیاز از راه قلابی بازداشت کرده است. ماجرای تقدیم خانه از آن شروع شد که حکومت شهری نژنیکومسک در تاتارستان به خانواده محیدین خالزاده و همسرش ملیکه طائرova که 4 فرزند دارند خانه هدیه کردند. اگرچه آنها زاده تاجیکستان هستند اما شهروند روسیه دارند. عکس تقدیم سرتیفیکت خرید خانه ارزان از دست رمیل مولین شهردار نیژنیکومسک در اینترنت به انتقاد و خشم گسترده شهروندان روسیه روبرو شد. آنها میگفتند که عائله تاجیک سزاوار گرفتن امتیاز نیست، اون خودی ها را مانده به بیگانه ها میدهند. کمک حکومت فقط این بود که خانواده تاجیک هنگام خریدن خانه 35% آن را ارزانتر به دست می آوردند. بعدی هیاهو در اینترنت الکساندر باستریکین رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه که از سیاستمداران
مهاجر سیتیز نامیده می شود از مقامات انتظامی خواست که قضیه را تفتیش کنند تا کجای قانونی هست. این گفته بود که مردم احتیاجمندی خانه از مردم جایی سالهای دراز در نوبتند، ولی قرار دادن خانه به فایده عائله حل شده است که در گذشته مهاجر بوده است. از این جهت شهروندان به کروپسیا اشاره میکنند. حالا اگر به یک روسی میدادن چون این اتفاق نمی افتاد. ظاهرا زیر این فشار رهبران بلندپایه مقامات انتظامی به تفتیشات قرار درباره تقدیم خانواده مهاجران تاجیک سر کردند. محیدین خالقزاده از 11 سالگیش در روسیه زندگی میکرده است و به همسر و فرزندانش همه شهروند این کشور بودند و ظاهرا هیچ تصوری نمیکردند که کمک حکومت روسیه به سرشان یک بلا میآورد. برادران ببخشید من چند روز گریپ بودم، از این حالت یعنی کم مشکلی گلو دارم، آب بیشتر می نوشم. این اولین بار نیست که زادگان تاجیکستان شهروندان روسیه را با سبب گرفتن امتیاز و یا خانه مورد پیگر قرار میگیرند. ماه فوریه امسال کمیته تفتیشات روسیه حکومت ناحیه میتیشین را به جوابگری کشیدند که به خانواده تخمینه سمدووا و رمضان رحیموف والدین 7 فرزند خانه تقدیم کرده بودند. بعداً به ضد مادر این خانواده به اتهام قصد جنایت و آمادگی به جنایت و یا تقلبکاری پرونده باز کردند. ببینید این بار اول نیست که به یک خانواده تاجیک در قلمرو فدراسیون روسیه به بهانه‌های گوناگون چیکار میکنن؟ پرونده جنایی باز میکنن. سبب باز کردن پرونده جنایی در چی است؟ تنها در یک چیز، در اونه که این نفر سرفرزند است و در قلمرو روسیه براش امتیاز دادن و نسبتش پرونده باز کردن. چرا در تاجیکستان کاری انجام نمیتن در مقابل روس ها؟ تا کی باید شهروند تاجیکستان آزار و اذیت بکشد؟ تا کی شهروند تاجیکستان زیر ظلم و ستم قرار بگیرد؟ بار شده است که یک بار سفیر روسیه در تاجیکستان به حکومت دعوت کرده شود، یک بار از او سوال کرده شود، به او یک بار نوت سپاریده شود. تا کی شما دست به کار میشوید؟ تا کی شما دفاع میکنید؟ وقتی که عزت امان، کرامت شریپوف و دهها راهبران مهاجران مهنتی که مردمی بودن میخواستن دفاع کنن، شما آنها را نگذاشتید. گفتید که سفیر برجان نعلت، سفیر کثیف خودش میاد از مردم تاجیک دفاع میکند، ولی کجاست سفیر عینی حال؟ کجاست نماینده سفارت؟ کجاست نماینده کنسولگرایی؟ کی آنها از مردم تاجیک دفاع میکنند؟ شما وعده نداده بودید، شما به همین بهانه کرامت شریپوف رو نبردید، شما به همین بهانه عزت امان رو از روسیه ندزدیده بردید که مردم به آنها مراجعت میکنند، به سفارت مراجعت نمیکنند که سفارت کمک کند. خب شما نمیبینید؟ مگر شما کور هستید؟ شما نمیشنوید؟ مگر در گوش خود پخته زدید؟ اینا را باید که ببینید دیگر. این بار اول نیست. یک خانواده تاجیک که کودک خور بود تجاوز کردن، کشتن دیگر. این خانواده رو با 6 فرزندش تهمت زدن، مادرش رو به نسبتش پرونده باز کردن، خانهش دادن، امتیازش دادن و چیکارش کردن؟ نسبتش پرونده باز کردن. و این برادر دیگر، این شهروند تاجیکستانی دیگر رو که 4 فرزند دارد، یک امتیاز 35% دادن، نسبتش پرونده باز کردن. با حالا چه فرق میکنه که اون شهروند روسیه گرفته است؟ شهروند تاجیکستان نیز هست. شهروند دیگری تاجیکستانی که در در جنگ اوکراین در زخمی شده است، با پاهاش را کشته نمیتوند، از شما شکایت کرد که بیایید مرا از اینجا ببرید. خاموشی را اختیار کردید، حرف نمیزنید. آخه این شهروند نیست؟ این ساکن تاجیکستان مگر نیست؟ از کدام ظلم شما، از کدام ستم شما، از کدام بیکاری شما، از کدام ناتوانی شما ما اینجا حرف بزنیم دیگر؟ با خدا بس است دیگر. علم آور است این کار رو دیدن. با خدا قسم با آذربایجان رشک میکنه. این رو میبینیم
رشکمون میآید که چگونه حکومت آذربایجان با این قدر دیکتاتوریتش ایستادگی دارد، از شهروندایش دفاع میکند. آخه این شهروندان تاجیکستان بیگانه نیستند. گفتیم محمد علی حید اینا فرزندای اوگهی این کشور نیستند. آخه اینا همین ارزش همین سرزمینن، اینا شهروند همین سرزمینن، اینا فرزندان همین ملتن. باید اینها دفاع کرده شود. مسئله دیگری که هیچ گونه دفاع کرده نشد، ببینید این بیچاره را شما ببینید، از بی‌دفاعی گناه بافته را به سر خود گرفته است. شما این رو ببینید یک مرتبه. مگر لطکوبی همین انسان ها 4 نفره که در کراکو سیتی اونقدر بازار شدن، گوشاشون بریده شد، زده شدن، لطکوب شدن، مگر شما فراموش کردید؟ تا حال هم خانواده همین شخصیت ها نمیدانند که فرزندانشان با وکیل در فدراسیون روسیه تامین هستند یا نیستند. با وکیل. شما تصور کنید حکومت تاجیکستان اون قدر قادر نیست که برای همین شهروندان که نسبتشون اتهام زدن یک وکیل بگیرد. یک وکیل. پیوندانشون نمیدونن که وکیل دفاع دارن یا ندارن. آخه ما از کجا حرف بزنیم دیگر؟ از کدام سمت ناتوانی و ضعف شما دیگر حرف بزنیم؟ به خدا خسته شدیم دیگر. اینا دیگر چیکار کنن؟ اینا از ضرب، از شته، از شکنجه، از تمام فشارهایی که بالاشون میان دیگر مرگ لیلی را به گردن میگیرن. آخه برادرو، ای حکمتداران ظالم، آخه شما باید درک کنید، بفهمید آخه اینا دیگر هیچ کس ندارن. اینا همین ما را دارن، شما را دارن، همین حکومت ظالم دارن دیگر. آخه اینا از اینا دیگر کسی دفاع کردن نمیتواند. آخه با وکیل حد امکان با وکیل تامینش که همون وکیل بداند که در همون قضیه چی میگذرد. آخر چرا نسبت اینا اتهام وارد میکنند؟ حد امکان اندکی هم باشد اشاره کرده شود که با کدام اساس ها اینا در اونجا نشستند. ما فقط یک طرفی کار را میبینیم که نسبت اینا پرونده جنایی باشیده است، اینا در کراکو سیتی به تروریسم متهمند. آخه ما طرف دیگری قضیه رو نمیبینیم که. چرا نمیبینیم؟ چون ناتوانی شماست. اینها پول ندارن، مهاجرن، از کجا پول دارن وکیل بگیرن؟ آخه شما باید وکیل بگیرید. فرزندان کمبغلن اومدن کار کردن که شما بازن همسرتون در خونه بشینید دیگر. آخه به خدا عیب است، به خدا ننگ است، این بیناموسی است. آخه این گونه نمیشود حکومت داری کرد، این گونه نمیشود پیش رفت. آخه به اساس همین چند نفر چقدر تاجیک رو از روسیه خارج کردن، چقدر تاجیک رو تحقیر کردن، چقدر تاجیک رو بیناموس کردن، رذیل کردن، پرتافتن همین روسا. آخه شما چیکار میکنید دیگر؟ با چی کار میآید؟ همین شما یک بار بگید که در حاکمیت چشتید، برای چی چی درد میخورید؟ دردی کی را شما دوا میکنید؟ شما برای چی در اونجا نشستید؟ آخه وقتی یک مخالف صحبت میکند خونش رفته میتونید کو. آخه شما نمیتوانید یک بار از در همینا خبر بگیرید، مادر همین را برید بپرسید چی درد دارید شما؟ آیا وکیل تامین هست نیست؟ ما چیکار از دستمون میاد برای فرزند شما بکنیم؟ آخه شما نمیتوانید کمک برسونید. آخه این گونه نمیشود برادران، این گونه نمیشود پیشرفت، این گونه نمیشود ترقیات کرد. امروز به ارزشترین شهروند در فدراسیون روسیه تاجیک است، تاجیکستانی است. آخه برای ما ننگ نیست مگر؟ روسیه 600 700 سال می شود در دولت دارد. آخه ما تاجیکستان پیش از میلاد دولت داشتیم.
ما پیش از میلاد کشور داشتیم، ما پیش از میلاد سرزمین و منطقه داشتیم برای خودمان. آخی ما آریایی نیستیم مگر سازنده خانه و در نیستیم مگر ما به اینها خانه سازی را نشان ندادیم مگر کشورداری را ما به همینا ناموختیم آخه نخواه ملتی که 600 سال تاریخ دارد برای ملتی که 3000 4000 سال تاریخ دارد بیاید این قدر ظلم کند و ما توانایی دفاع کردن رو نداشته باشیم. مگر ملتی که تیبش تا عصر 17 و 18 19 در بهترین دانشگاه درس داده میشد و حال آرام از تیبی ما اینا استفاده میکنند، کتاب‌های تیبی ما را عالی می‌آموزند، مگر ما تا اون درجه پایان فرودیم که نتوانیم از یک شهروندی خودمون دفاع کنیم؟ آخه عیب است، شرم است، حیا کنید به خدا قسم، ناموس کنید به خدا قسم. امروز کلید حکومت در دست شماست. امروز باید از ملت شما دفاع کنید. من نمیتوانم از این ملت دفاع کنم، کسی دیگر نمیتواند. امروز حکومت در دست شماست، سلاح در دست شماست، دیپلماتیا در دست شماست. آخه شما باید مدافع این ملت باشید. وقتی دولت دفاعگر مردمش نباشد کی مدافع این ملت می شود؟ به خدا قسم عیب است، به خدا قسم شرم است. بس کنید، به خدا قسم بر بخیزید، از این ملتی مظلوم دفاع کنید. یک بار همون ناموستونه بیدار کنید دیگر اگر داشته باشه. یک بار بر بخیز از این ملتی مظلوم دفاع کنید. ببینید که چی میگوید. مقامات روسیه تنها یک گمانبر کراکو سیتی اظهار پشیمانی کرده است. ببخشید دوستان خیلی عصبی شدم. من اصلا در برنامه عصبی نمیشوم، کوشش میکنم آرام صحبت کنم، ولی بعضی حالات ها به خدا قسم نمیشود. بعضی حالات ها انسان به حد ناراحت میشود، از ضعف و ناتوانی خود ممکن بسیار ناراحت میشه. حتی نتوانستیم در همین قلمرو روسیه کمی بمانیم که از این ملت مظلوم دفاع کنیم. گرفتن بیرون مون کردن. با خدا قسم همیشه در کنار کسانی بودیم که از این ملت مظلوم دفاع میکردن. من در بیشتری نوارهای کرامت شریپوف بودم و شما میتوانید اون رو مشاهده کنید. هر روز از روزنامه گلاس میگرانت که کرامت شریپوف را چاپ میکرد، هر هفته یک مرتبه چاپ میشد، من از اون در دستم میگرفتن در بازار لوبلینا صدوات که من بیشتر اونجا میرفتم. وقتی هر زمانی که من واردی اونجا میشدم چیکار میکردم؟ از اون گازیتا به مردم تقسیم میکردم تا صدای این مظلومین برسد و اتحادیه سرجمعی تاجیک به میان بیاید. و هر روز شکایت اون جوانان رو می آوردم به پیش کرامت شریپوف و اونها رو میپیونداندم تا اینه که چیکار کنن؟ حقشان داده شود. و شما عاقبت دیدید که چی شد؟ کرامت شریپوف رو به بهانه همین دفاعش از مظلومین در بازار همون لوبلینا چیکار کردن؟ شهروندیش رو محروم کردن، از فدراسیون روسیه خارجش کردن و من را دیگر به ماشینم وارد صدوات و لوبلینا نمیموندن که وارد اون بازار شم. و مخصوصا بازار لوبلینا ماشینی مرا شماره‌اش هم نوشته بودن و نمیگذاشتن که از دروازه همین بازار وارد شوم. به خدا قسم دلمان میسوزد و عاقبت کاری کرده که ما باید از این کشور خارج شیم، از فدراسیون روسیه، و مدافع مهاجران مهنتی نباشیم. تا مهاجر به مدافع بماند، مهاجر کسی نداشته باشد که از حقوق او دفاع کند. خبرگزار دولتی تاس روسیه میگوید که فقط یکی از گمانبران اساسی با حمله تروریستی در کراکوس تمام گناهایش را اعتراف و از عملکردهایش اظهار پشیمانی کرده است. خبرگزاری چند روز است که جزئیات پرونده حمله پرقربانی با این تالار کنسرتی در کنار مسکو را نشر میکند، ولی هیچ چیزی از گفته وکیلان دفاعی مهاجران تاجیک نآورده است.
تاس روز 30 ایون نوشت که با اعتراف فریدون شمس‌الدین از پرونده او آشنا شده است و گناهش کاملا اعتراف کرده از کردهش پشیمان است. فریدون شمس‌الدین با امر دادگاه مسکو شب 24 مارس با اتهام انجام عملیات تروریستی بازداشت کردند و گفتند که او چند روز قبل از حادثه از ترکیه به مسکو آمده است. نظر وکیل دفاعی فریدون شمس‌الدین در این خبر آورده نشده است، اما شیوه بازداشت و لطوکوب بیرحمانه 4 مهاجران تاجیک بعد حمله سبب خشم مردم شد و این شبهه و گمان را برانگیخت که شهروندان تاجیکستان زیر شکنجه گناه نکرده به گردن گرفتند. به نوشته به خبرگزاری تاس 3 گونبر دیگر با جنایت محمد صابر فیضوف، سعید اکرم رجبزاده و دلیرجان میرزایف اگرچه با گناه خویش اقرار شدند ولی از کردنشان اظهار پشیمانی نکردند. ماموران امنیتی روسیه وقت بازداشت گوشی یکی از متهمان را بریده و دیگری را به حد زده بودند که در عرابه معیوبان بیهوش به یاد او را با دادگاه آورده بودند. دیگری را پارچه از سلفن در گردن آورده بودند که عمدتاً برای نفسگیر کردن استفاده میبرند. در حمله تروریستی خب این دوامش رو که دیگر شما میدونید، شما دوستان دیدید، قضیه رو خواندید که چگونه به کروکو سیتی حمله شد و در بعد از حمله چگونه این بچه ها رو لطوکوب کردن. این عکس رو شما ببینید. یکی رو گوشش رو بریدن، دیگر رو چونان زدن که به همون کلیسکای معیوبی از کو، با اون کلیسکای معیوبی به تالار سودی آوردن. بیچاره از سرپس میکرده از در اونجا میگشت. 19 ساله، یک جوانی 19 ساله. چگونه یک جوانی 19 ساله رو چنین اتهام میکنن و با تمامی لطوکوب چکار میکنن؟ میبرن باز زندان میکنن. ما نواری قبلی که گذاشته بودیم یادتون هست چگونه شهروندان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و ازبکستان را لطوکوب کرده، شته زده از یک خوابگاه بیرون کردن و بردن بازداشت کردن. همون هفته در ازبکستان یک نوت به سفیر روسیه سپریده شد و اونها را چکار کردن؟ درخواست کردن که در کوتاه‌ترین فرصت این تحقیر نسبت شهروندان ازبکستان باید جوابگری کشیده شود و روسیه باید برای این کارش پاسخ بدهد. ولی حکومت تاجیکستان یگان پاسخی نداد. همون تحقیرهایی که نسبت شهروندان آسیای مرکزی شد که از جمله تاجیکان در اونجا بودن هیچ کاری نشد. و شما باز هم این تحقیرهای اخیر را ببینید. هر روز، هر ساعت، هر لحظه که ما شما صحبت میکنیم یک شهروند تاجیکستان در همین فدراسیون روسیه مورد تمسخر، مورد آزار و اذیت، مورد تحقیر، زندان و کشتن قرار میگیرد. هر ثانیه، هر لحظه. ولی در تاجیکستان در مقامات نشستن و هیچ کاری را انجام نمیدن و کاری را نمیکنن، برایشون هیچ اهمیتی ندارد. پروای من و تو ندارن. ما از همین جا اینا ببینید، با نگن که برادرها، ببینید من از همین جا بازم دفاع میکنم، من از اینجا با پیشنهاد میکنم. ببینید اگر که حکومت همین کارها را بکند، مطمئن باشه من مخالفان و تمام منتقدین همین حکومت از بین میروند. اگر حکومت همین اقدام ها را بکند، در قدم اول مدافع مهاجران باشه. هر شهروند در خارج کشور باید مدافع داشته باشد. دولت موظف است شهروند خود را در خارج کشور چیکار کند؟ دفاع کند. پس اگر امروز حکومت وظیفه اصلیش را اجرا کند و در قدم اول مدافعی همین مهاجران باشد، مطمئن باشد که دیگر مهاجران ما را تماشا نمی کنند، دیگر مهاجران با ما نمی پیوندند و ما را گوش نمی کنند. مطمئن باشید. و اگر مهاجر مدافع می داشت، امروز
همچون مظلوم در کنار مظلومی نمی ایستاد و میرفت میگه که من مدافع دارم، تو چی میگوی؟ مرا میگفت تو چی دروغ میگوی، میخیس میرفت دیگر. این اولین نکته، یعنی مدافع این مهاجران مهنتی باشید و از حقوق اینا دفاع کنید. مسئله دوم، در داخل وطن عدالت را برقرار بکنید. اگر حکومت خانوادگی میخواهید بسازید، بسازید. ما ادعای حکومت، من ادعای حکومت نکردم و اگر واقعا هم عدالت برقرار باشد، من ضد حکومت خانوادگی هم نیستم. اگر عدالت برقرار باشد، مهم که عدالت باشد. عدالت سیاسی، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، همه اینا باشند، برای من فرقی نمیکنه چی حکومت باشد. برای یک مهاجر فرق نمیکنه چی حکومت باشد. اگر شما امروز میخواهید حکومت رو سلسله و یا خانوادگی کنید، حد امکان عدالت رو به مردم بربگردانید. بی عدالت بودن نمیشود حکومت رو پیش برد. دوم، عدالت رو بربگردانید. به مردم در داخل وطن جای کار تامین کنید. تا اینه که مهاجر در روسیه وقتی که اذیت میکشد بربگردد در داخل وطن جای کار تامین کنه، پیدا کند. اگر نااحترامی نسبت صورت میگیرد، در قدم اول بربگردد. و خواهش دیگر، بسیار خواهش برادرانه و من بسیار از حکومت این خواهش میکنم، همین 4 نفری که در کراکو سیتی دستگیر شدن به وکیل تامین کنید دیگر. وکیل دولتی از تاجیکستان وکیل بگیرید، وکیلای مشهور، وکیلایی که میتوانند دفاع کنند بگیرید، روان کنید، برند در سطح دولتی از اینا دفاع کنند. در سطح کوچگی نه، در سطح دولتی از همین برادرانی که در کراکو سیتی دستگیر شدن دفاع کنند. تو اینه که اینها احساس کنند که اینا دولت در پشتشان ایستاده است. تو اینه که گناه رو به ضرب زدن و شکنجه اقرار نکنند. اقرار گناه اینها دانسته بگیرید که دشمنی نسبت خلق تاجیک در فدراسیون روسیه زیاد می شود. پس مطمئن باشید که باید برای این کار چاره‌بینی زیاد بکنید، ادوکات بگیرید و در کوتاه‌ترین فرصت اینها را در سطح بالا از حقشان دفاع کنید. مسئله چهارم، با جوابگری کشیدن هر کسی که در دیگر کشور نسبت شهروندان ما کار میکند، قانون شکنی میکند. اگر امروز روسیه قانون شکنی میکند، 201 دیویزیا در تاجیکستان است. هزارها معلم روسیه در تاجیکستان است. هزارها شهروند تاجیکستان روسیه در تاجیکستان است که نمیخواهد خدمت حربی برود، گریخته است، امروز رفته از در تاجیکستان زندگی میکند. پس اینها را هم باید دید که دیگر این مسئله ها را هم باید بیاموزید. باید اینها را دستگیر کنید و کسانی که غیر قانونی در کشور ما قرار دارند به جوابگری بکشید. قصد را باید که بگیرید. این گونه نمی شود پیش رفت. دوستان گرامی و هموطنان عزیز، من حدود 1 ساعت در این موضوع صحبت کردم. خسته شدم به خدا در این موضوع صحبت کردم. به خدا خسته شدم. من از شما سوال میکنم بینندگان گرامی، من میخوام در نظریات نظر خودتون رو بنویسید. مگر من در همین مسئله که باید همین 4 نفری که در کراکو سیتی اتهام کرده شدن، 4 گمانبر اصلی، حالا اون کسانی که گمانبر علاییدن اونها یک طرف، ولی همین 4 نفری که گمانبر اصلی شدن که قضیهشون میتواند بدبینی را نسبت تاجیکان خیلی زیاد کند، زیاد کرده است و باز زیادتر میکند. آیا شما طرفدار اون هستید که حکومت ادوکات بگیرد، ادوکات و مدافع بگیرد، بیاید اینها را چکار کند، کمک برساند در سطح دولتی، تو اینه که دولت از حق حقوق اینا دفاع کند تا حکومت روسیه نتواند به اینها اتهامای بافته بزند. در روند دادگاهی اشتراک کند حکومت، نماینده حکومت حتی در سطح سفیر در دادگاه اینا در روز سود اینها برود اشتراک کند و علاوه بر این وکیل‌های دولتی ما در همین قضیه در سود باشند تا اینه که از حقوق همین ها دفاع کرده شود.
آیا شما طرفدار چنین یک پیشنهاد هستید برادران؟ اگر طرفدار چنین یک پیشنهاد هستید، شما میتوانید یک رو در همین جا زیر کنید، در زیر کامنتاریا، یعنی شما طرفدار باشید یا که جمع رو بگذارید. و اگر شما زیدی چنین یک پیشنهاد باشید، شما میتونید طرح رو یا که مینوس رو زیر کنید. من این سوال رو میخوام که از شما، یعنی طرفدارش هستید یا که زیدش هستید، پاسخش رو بگیرم. خب برمیگردیم به موضوع دیگر. بسیار در این موضوع صحبت کردیم. اگر که شما رو سخت‌تر گفتیم کسی رو در اینجا بخشش میپرسیم برادر، خب ناراحت میشیم، گاهی حالت تاجیک رو میبینیم بسیار ناراحت میشیم، واقعا هم ناراحت میشیم، هر کسی ناراحت میشه. به خدا قسم من فکر میکنم شما رو ناراحت میشین، قضیه ها رو میخونین، تواناییتون رو میبینید که خب یک شهروند عادی کشور دیگر چگونه میتونید برید دفاع کنید؟ میتونید که در کارد همسرش، فرزندش، مادرش، پدرش 10 روبل، 100 روبل، 1000 روبل، 10000 روبل، خب 100000 روبل بپرتوید، این قدر زورتون میرسه، خلاص شما نمیتونید برید دفاع کنید، شما نمیتونید برید یک کار دیگه رو انجام بدید، توانایی همین رو ندارید دیگر. پس دیگر چیکار کنیم؟ یگانه کار ما این است که یا حکومت رو مجبور کنیم برود دفاع کند، یا حکومت رو مجبور کنیم که استعفا برود، حکومت جدیدی بیاد که بتواند از حقوق اینو دفاع کند. دیگر غیر از این کار دیگری را انجام دادن نمیتونیم. هر کسی که بگن میتونیم بیاید پیشنهاد کنید، من در کامنتاری پیشنهاد شما رو گوش میکنم. چی پیشنهادی دیگری دارید شما؟ اگر پیشنهادی دیگری دارید من گوش میکنم و وابسته به این پیشنهاد ان شاء الله صحبت میکنم. برمیگردیم به موضوع دیگر. بچه‌ها لینک برنامه را من یک بار دیگر میگذارم. اگر دوستان فکر نظری دارن که میخواهند فکر نظرشون در برنامه گفته شود راجع همین موضوع، بپیوندید و فکر نظرتون رو راجع این موضوعی که صحبت کردیم یک ساعت، فکر نظرتون رو بیان بدارید و در همین موضوع ان شاء الله که کمی صحبت خواهیم کرد و فکر نظر شما رو خواهیم شنید که شما چه فکر نظر دارید. فکر نظری من رو که شنوید دیگه، میخوام فکر نظر شما رو نیز بشنوم. خب برمیگردیم به موضوع دوم ولی موضوع اول میماند و اگر شما فکر نظر داشتید میخواستید در برنامه پیوست شوید و فکر نظر خود رو بگویید، ما در روند برنامه ان شاء الله که شما رو پیوست میکنیم و میتونید در روند موضوع دیگر هم در همین موضوع اول صحبت کنید. موضوع دومی که من صحبت میکنم موضوع همونطوری که گفتم بیشتر شدن صادرات. من فکر میکنم که من مشکلات اینترنتی دارم و این لینک رو پیوست نمیشه. خب اینا پیوست شد. خب برمیگردیم به مسئله موضوع دوم. موضوع دومی که ما صحبت میکنیم موضوع بیشتری واردات به تاجیکستان است. همونطور که شما میبینید در ازدا تیوی مسئله واردات 4 مرتبه بیشتر از صادرات است. در این موضوع ما صحبت میکنیم. اخیراً در رادیوی ازدا پیلوس، ازدا تیوی و چندین رسانه‌های تاجیکستان معلومات نشر شد که آماری واردات و صادرات تاجیکستان رو نشان میداد و برای شما من ساده‌تر بگم دوستان عزیز تا اینه که شما به طور ساده‌تر به این موضوع آشنایی پیدا کنید. یک کشور مثل بازار است، یعنی که تو یک چیز میفروشی یک چیز میخری. مثلا مثال عادی میگیریم، یک خانواده در خانه مثلا زمینی زندگی بکند، در خانه زمینی چی چیزها را دارد. مثال میگیریم سیب، ناک، مثلا کارتوشکه، پمیدار، سبزی و مثلا این چیزها میکارد. از اون چیزهایی که برای خانوادهش نیاز است ذخیره میکند و نگاه میدارد تا اینه که بتواند زمستان خود را بگذراند و علاوه بر این شاید زیادتر بکند تا اینه که به فروش بگذارد. مثلا از ناک و سیب خود میفروشد، از پمیدار خود کم میفروشد و مثال میگیریم آرد ندارد در خانه، شکر ندارد در خانه، مثلا چیزهای دیگر رو میخرد. حالا اگر بگیریم که مثال بگیریم که همین وقتی که پمیداری کم داشته باشد، سیب کم داشته باشد، ناک کم داشته باشد که پولش نرسد، خریده میتواند نمیتواند بخرد. اگر زیادتر بخرد قرضدار میشود.
ما همین را میگیم که واردات، چیزی که تو میخری میاری، یعنی شکر آوردی، مثلا عسل آوردی، چیزای گندم آوردی، این را میگیم که ما واردات میاریم. آوردی به خانت خریدی، پول خانت رو میبری، پس خریدی آوردی رو میگیم واردات. صادرات اون چیزی است که ما صادر میکنیم، مثلا پمیدور رو میفروشیم صادرش میکنیم، نوک میفروشیم صادر میکنیم. خب این چیزا میگیم ما در زبان صادرات. حالا تاجیکستان صادرات دارد و واردات دارد مثل یک خانه. ما در تاجیکستان واردات خیلی زیاد داریم، از جمله ما از قزاقستان گندم میاریم، از روسیه نفت میخریم، بنزین و سلیارکا و این چیزها، و از دیگه کشورها مثلا مواد خام زیاد میاریم، از چین هم لباس های گوناگون میخریم میاریم و هزارها چیزهای دیگر، و از آلمان و از دیگه کشورها ماشین میاریم. همه اینها با وارداتن، یعنی واردات کشور ما از بیرون میآید. حالا ما در داخل وطن باید صادرات داشته باشیم. اگر صادرات نداشته باشیم اقتصادی ما ویران میشود، خراب میشود، از بین میرود. چون واردات تنها چیکار میکند؟ همونطوری که ما خونه را مقایسه کردیم، از بین چیکار میکند؟ همون داراییمون را میبرد، پول ما را تمام میکند و ما دیگر توانایی خریدن نداریم، قرضدار میشیم. قرضدار که شدیم، قرضدار برای ما فشار بیشتر میاره، پرسنت بیشتر میاره، چون بیشتر قرضا پرسنت است، یعنی از یک جا میگیری ربا میگذارن در براش و هر یک اساسی اون قرض باید بلاش بازم چی داده شود؟ ربا داده شود، فایز داده شود. و این فایز از دیدگاه اسلام هم حرام است، ولی از دیدگاه حالا که تاجیکستان قرض میگیرد که میخواهد دیگر مشکلات چی کند، ربا میسپارد، فایز میسپارد و از همون بودجه کشوری که نداریمش ساز باز هر سال میسپارد. مثال عادی، ما با کیتا یا با چین هر سال یک تعداد خیلی زیاده فایز میسپاریم، قرض میسپاریم، بالای قرضمون فایزای قرضای اونا رو میسپاریم که این اقتصادی ما رو ضرر میرسید. از همین دیدگاه ما 4 برابر یعنی بالاتر صادرات واردات داریم از صادراتی که میکنیم در تاجیکستان عینی حال. پس یعنی اگر ما در نظر بگیریم ما ضررمون امروز در تاجیکستان از فایدهمون بیشتر است و اگر همین گونه ادامه کند یعنی پیشروی ما در تاجیکستان منتظر نباید باشیم. هر لحظه که صادرات یعنی واردات از صادرات ما بیشتر شد کشور پیش نمی رود. هیچ گونه پیشروی را باید منتظر نبود وقتی که واردات یک کشور زیاد است. بیایید بخوانیم که چگونه این واردات در تاجیکستان زیاد شده است. حجم گردش تجارت خارجی تاجیکستان در ماه‌های ینور اپریل سال 2025 حدود 31 میلیارد دلار را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال گذشته 13.8 بیشتر می باشد. طبق معلومات اگنتی آمار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صادرات محصولات 636 میلیون دلار و مال‌های وارداتی جمهوری قریب به 2.5 میلیارد دلار را تشکیل داده است که تفاوت منفی توازن سودا تقریبا به 1.9 میلیارد دلار رسیده است. یعنی در کشور واردات 4 مراتب بیشتر از صادرات بوده است. این چونین واردات نسبت به همین دوره سال 2024 قریب 24 افزوده است. مال و محصولات اساساً از روسیه 28 از 10 از حجم عمومی واردات است. چین 23 از 10 9 و قزاقستان 13 از 10 7 و تاجیکستان وارد گشته است. همزمان صادرات در ماه ینور اپریل سال جاری 13 کاهش یافته و آن اساساً به کاهش نظررس فروش متل و سنگ‌های گرانبها از 299 میلیون تا 1.2 میلیون دلار و صادرات محصولات مینرالی ربط دارد. تقریبا
تقریبا 80% صادرات تاجیکستان همان از مولهای اشیای خام به مانند آلومینی و دیگر متال ها عبارت است. گفته می شود که تاجیکستان از همه بیشتر به حالا 25.6 از حجم عمومی صادرات، چین 20.8 و ترکیه 14.7 محصولات صادر کرده است. متخصصان ساحه اقتصادی تاکید میکنند که کسر توازن تجارتی واردشوی اسعار خارجی کم میکند که برای خرید مال حیاتی مهم از خارج ضرور است. اگر این وضعیت دور و دراز دوام کند، کشور مجبور می شود ذخیره‌های اسعارهای استفاده برد یا قرضهای خارجی گیرد که این سبب افزایش قرض دولتی و به قرب شوی پول ملی میگردد. یکی از سبب‌های بالاروی نرخ در کشور نیز با وابستگی از حد زیاد اقتصاد از واردات می باشد. با وجود این نابرابری در واردات و صادرات، تاجیکستان توانسته است از حساب پول فرستاده مهاجران کاری تاجیک ثبات نسبی اقتصادی را نگه دارد. طبق آمار بانک جهانی سال 2024 حجم انتقال مبلغ به تاجیکستان از جانب مهاجران کاری حدود 5.8 میلیارد دلار را تشکیل داد که 27% زیادتر نسبت به سال 2023 می باشد و این حدود 45% از حجم مجموعه محصولات داخلی تاجیکستان است. حالا اینجا این قضیه چند چیز رو معلوم کرد که اقتصاد تاجیکستان رو چی اساساً میچرخاند و اگر این درآمدی اساسی که اینجا به میان گذاشته است اگر نباشد، اقتصاد تاجیکستان از بین می رود، مفلس می شود و حکومت به زانو می شیند. ببینید اینجا رو شما در نظر بگیرید. کارشناسان میگویند که اگر این وضعیت دور و دراز دوام کند، کشور مجبور می شود ذخیره‌های اسعار استفاده برد. ببینید اگر مجبور شود ذخیره‌های داخلی کشور چیکار میکند؟ استفاده میشود یا قرض‌های خارجی گیرد، یعنی قرض میگیرد که سبب‌های افزایش قرض دولتی و یا به قرب شوی پول ملی میگردد. یکی از سبب‌های بالاروی نرخ نیز در کشور همین مسئله بیشتر واردات کشور میباشد. ببینید ما وقتی که من نمونه مثالش رو آشکار برای شما میزنم، وقتی که در تاجیکستان بانک جهانی پول بیشتر قرض داد، وقتی که پول زیر سوال می رود و امکان دارد که اقتصاد تاجیکستان فلج شود، بانک جهانی چی پیشنهاد کرد؟ گفت من نمیخواهم که پولی من از دست برود. برای همین تاجیکستان بیشتر چی صادر میکند؟ برق صادر میکند، متال صادر میکند. گفت که باید پول برق را در تاجیکستان گران کنید. پول نرخ برق یک باره با 24 درهم همون سال چیکار کرد؟ بالا رفت، بسیار بالا رفت. برای چی؟ برای که قرضی که ما داشتیم برای بازگردانیدنش مهم بود و دولت‌های خارجه و بانک جهانی حکومت رو مجبور ساختن قیمتی نرخ برق رو بالا ببرد. و حالا شما بار سوال کردید که چرا برق رو که ما خودمان تولد میکنیم چرا قیمتش بالا میرود؟ پس قیمتش بالا می رود چون حکومت توانایی نگاه داشتنی توازن رو در اقتصاد ندارد و برق رو قیمتش رو چکار میکند؟ بالا میبرد تا پول قرض مردم رو بتید. و اگر هم امروز سری روی صادرات واردات بیشتر رو نگیرد چکار میکند؟ باز هم برق بالا می رود و هزارها مشکلات در بازار به میان می آید. مسئله ای که امروز کمک به حکومت کمک میکنند مسئله مهاجران مهنتی و پول روان کرده اوناست که همین طوری گفتیم 45% بودجه کشور رو تشکیل میدهد و در سال 2023 تا 2024 نشان داد که 45% بودجه کشور از پول مهاجران مهنتی است و اگر این 45% بودجه کشور از این پول به میان نآید، مسئله اقتصاد در تاجیکستان از بین می رود و حکومت اقتصادش مفلس می شود و این خرابی های خیلی زیادی رو به میان می آورد. و چرا به میان می آورد؟ چون ما صادرات زیادی نداریم. حکومت برای صادر کردن مسئله های مهم تلاش نمی کند.
برق رو به مردم فراوان نمیدهد که مردم بتوانند خودشان برای پیشتر ساختن. ما مواد خام در تاجیکستان زیاد داریم، ما میتونیم به مواد خود خام در تاجیکستان کار کنیم و او را چکار کنیم؟ صادر کنیم به خارج کشور، در خارج کشور بفروشیم. وقتی برق نیست ما نمیتوانیم شرکت های بهتر و خوبتر در داخل تاجیکستان بسازیم. و اگر هم شرکت هم بسازیم، برق رو از هر جا دسترس کنیم، فساد مالی، کروپسیا چکار میکند؟ فشار میارد که ما از این شرکت سازی در تاجیکستان دست بکشیم. هر روز یک کارمندی حکومت میآید در خانه تو و نمیگذارد که چکار کنی؟ در مغازه تو، در شرکت تو، و تو را نمیگذارد که پیشروی کنی. برای همین در بعض مسئله ها مهمترین چیزی که ضرر میرساند این مسئله ای است که ما کروپسیا، فساد رو در جامعه زیاد کردیم و به مردم لوازمات لازمی از جمله برق رو برای پیشروی نمیدهیم تا مردم خودش برای صادر کردن محصولات تاجیکستان تلاش و کوشش بکنن. و این گونه ما سری راهی چی را از بین روی، یعنی مفلس شدن تاجیکستان و اقتصاد تاجیکستان را بگیریم. فرض کردیم که فردا ما با روسیه یک تنش داریم و روسیه تمامی مهاجران مهنتی را از قلمرو خودش خارج میکند. پس چیکار میکنیم ما؟ اقتصاد مو از بین میرود، ضررها به تاجیکستان زیاد وارد کرده میشود. خب دیگر ما چیکار کنیم؟ دیگر فقط با قرض مردم، با سپاریدن فایزها زندگی کنیم بس، که همون هم عاقبت میآید که یک بار خاک وطن را با چین دادیم، این باره تمامی دار و ندار خود را بفروشیم و با فروختن سرزمین خود، جان خود، مال خود بعد دیگر زندگی کنیم. این گونه که نمیشود. پس پیشنهاد این است که در کوتاه‌ترین فرصت فساد مالی از جامعه برداشته شود، کروپسیا کاملا از جامعه برداشته شود و برای اشخاصی که میخواهند در داخل تاجیکستان از مواد خامی داخلی محصولات میسازند و به خارج کشور صادر میکنند، چی داده شود؟ امتیاز داده شود، به آنها کمک مالی کرده شود، برق را برای آنها ارزانی داده شود، تا اینه که این اشخاص بتوانند در داخل وطن با مواد خامی که ما داریم چیکار کنند؟ چیزهای لوازمی که امروز در جهان در بازار خریدار دارد بسازند و به خارج کار کنند، صادر کنند. مسئله دوم، دانشگاه‌های بین المللی را باید در داخل تاجیکستان ساخت. زبان‌های خارجی از جمله چین و عربی، انگلیسی را باید رونق بخشید. باید بیشتر به اینها اجازت داد، دانشگاه‌های بانفوذ داد، کادرها آماده ساخت که امروز یک تاجیکستانی باید در داخل وطن ما شرکت‌های بسازد که در داخل تاجیکستان 10,000 کارگر دارد و با 10 شرکت‌ها کار میکند و اینها فقط تلفنی چیکار میکنند که معاش در تاجیکستان کمتر است. در دولت‌هایی که معاش $10,000 است، یک شرکت وقتی که یک کارگر پیدا کند که کارش با مسئله اینترنت انجام می شود و نفوذ نیاز ندارد که آفیس برود کار کند، کارگر را از داخل تاجیکستان بگیرد و به معاش $700 $800 کار بفرماید و این گونه اقتصاد ما بالا برود. یک نفر در تاجیکستان نشسته است، در امریکا کار میکند، مثل امریکایی $10,000 نمیگیرد، معاش به مانند تاجیکستان $600-700 میگیرد و در داخل وطن در داخل تاجیکستان کار میکند. چرا؟ چون دارای زبان انگلیسی است و این چون تکنولوژی را خوب میفهمد و همون اقتصادی را که همون علمی را که خصوص همون دانشی را که باید یک شرکت طلب میکند، تقاضا میکند، داشته باشد، دارد. دیگر میتواند در داخل وطن ما بشیند و در خارج کار کند.
امروز هزارها فیلیپینیایی در شرکت‌های تلفنی زنگ میزنی، یک فیلیپینیایی جوابت میتید، یک اندونزیایی جوابت میتید، با زبان انگلیسی قطعی صحبت میکند و مشکلات تلفنت رو حل میکند و میرود و خودش در داخل کشورهای اروپایی نیست و در کشور فیلیپین نشسته است. این شرکت کارکنش رو از داخل اینجا نمیگیرد چون معاش این کشور گرانتر است، از اونجا پیدا کرده است و در اونجا کار میکنه. برای همین باید ما تمام سالها، یعنی یک دولت اساسی کارش ایجاد کار و نقشه کشی برنامه 20 ساله 5 ساله است که 50 ساله است که ببیند که در 50 سال پیش کدام تکنولوژی پیشرفت میکند که ما دانشگاه ها رو در همین ساحه بسازیم تو اینه که 10 سال بعد که این دانشگاه ها رونق پیدا میکنند ما کادرها را داشته باشیم که طلبات در بازار شد، این کادرها در بازار وارد شود و به جامعه ما فایده بیارن. و این پیشنهادی بود که من انجام دادم و امیدوارم که این پیشنهاد دیده می شود، این پیشنهاد در تاجیکستان عملی کرده می شود. خیلی زیاد صحبت کردیم دوستان و هموطنان عزیز، به نظرم شما را رنجاندم، زیاد خفه کردم، زیاد دلتنگ کردم. یک نیم ساعت فقط من صحبت کنم، شما صحبت نکنید، این طرف نااحترامی است دیگر. زیاد واقعا ما صحبت میکنیم پیشنهاد میکنیم، حرف میزنیم، برادران حرف نمیزنند و همونطوری که شما میبینید بعضی ها میدونن 10 دقیقه صحبت کردن نمیتونن، حرفی برای گفتن ندارن و بر همین اساس برنامه خود رو پیش نمیبرن متاسفانه. و از همه شما خواهش میکنیم دوستان که دستگیری بکنین، لایک بگذارین. ما دیدید که نوبسته از اونه که گریب بودیم گلویمون در میکرد، حالا بنیم رست است، صدا معلوم است. ما به برنامه برآمدیم و در برنامه الحمدلله این حدود 1.5 ساعت میشود در حضور شما قرار داریم، صحبت میکنیم و تلاش و کوشش میکنیم که برای جامعه مفید باشیم و برای فکر شما، اندیشه شما مفید باشیم و کوشش میکنیم که فقط جامعه رو بسازیم، فکرش رو تغییر بدیم برای مثبت. اگر انشاءالله برای با این کار پیروز شدیم، پروردگار برای ما اجر میتید و ما خود نیز خوشحال میشویم که توانستیم در این رو یک کاری نیکی را انجام بدیم. برای همین برادران و خواران عزیز دستگیری بکنیم، برنامه را لایک بگذارین، بیشتر تبلیغ بکنین، این به ما کمک میرسونه. شما دیدید که ما با وجود تمام مریضی ها باز هم میبرویم در برنامه با شما صحبت میکنیم، برنامه ها را میگذارونیم، حرف میزنیم، فکر میتیم، از شما باز فکر میگیریم، در بعضی حالات ها. به همین خاطر دستگیری کنید، بدروی صحبت کنیم با هم دیگر، شرم نکنید، حیا نداشته باشید. اگر که در برنامه پیوست شده نتوانید و مشکل ایجاد شود در کامنتاری بنویسید، من به شما کمک میکنم که چگونه پیوست شید و انشاءالله که پیوست میشین و ما در برنامه میتونیم صحبتی دوستانه داشته باشیم. در برنامه قبلی برادران پیوست شدن، ما یکدیگر را احسا کردیم، با شوخی با خنده صحبت کردیم. در بعضی حالات برادرای مخالف هم میتونن فکرهای نظرهای مختلف داشته باشن، با فکرهای نظرهای مختلف میتونیم زیادی وقتها حرف میزنیم دیگر، هر حرف زبان یک دیگر مون اصلاح میکنیم، یک دیگر مون تنقید میکنیم. در بعضی حالات دیگر این باید موجود باشد و باید وجود داشته باشد و به این نظر ما شکر میکنیم پیش میریم. من فقط یک نکته دیگر رو خیلی کوتاه بخواهم برای شما برسانم و از دو برادر تشکر کنم که بسیار برای من خوشایند بود. من قضیه این دو برادر رو خواندم و این دو برادر شما رو هم یادتون هست، این دو برادری هستند که در خدی شهر مسکو یک پلیس رو لطوکوب کرده بودن. اگر یادت باشه یک پلیس برادرشون رو دستگیر کرد و اون پلیس وقتی که این برادر بزرگی رو لطوکوب میکرد و برادر دومی از پشت دوید و به این پلیس حمله کرد، ضربه زد و بعدا رفتن یکی 2 سال زندان و دیگری 3 سال زندان شش و بعدا به تاجیکستان برگشتن و این حال در قلمرو تاجیکستان قرار دارن و در بعضی حالت ها میگوین پشیمان هستن، میگوید خطاگی جوانی بود، همونطور که شما میخونید. اگرچه این موضوع ما نیست ولی به هر صورت من میخوام چند نقطه خیلی کوتاهی در همین موضوع بزنم. اینجا همونطور که شما میبینید این برادرها
میگویند که نقل 2 مهاجر تاجیک از صلح‌های سخت زندان در از صلح‌های سخت زندان در روسیه. برادران و خواهران گرامی، اسم این برادر سید اکرم و عمر است. من این برادران را بسیار جای دارد ازشان تشکر کنم، از جسارتشان، از توانیشان، از ایستادگیشان. شما هیچ جایی ندارد که این را همچون یک خطاگی بدانید و این رمز جسارت است، این رمز ایستادگی است، این رمز برادری است. وقتی که بدون مشکل، بدون جرم و بدون گناه شما را تحقیر میکنن، شما را میزنن، شما را لطوکوب میکنن، ایستادگی کردن و ایستادن این خودش اگرچه 10 سالم زندان کنم، 5 سالم زندان کنم، بازم جسارانه است، مردانگی است، مسلمانی است، تاجیکی است و باید ما در مقابل تمام ظلم بیستیم و ظلم را باید نپذیریم. و اون برادر خردی شما که مردانگی کرد، جسارانگی کرد و برادر خود را تنها نگذاشت و برای برادر خود 2 سال زندان شد، جای تشکر خیلی بزرگ دارد که واقعا هم تاجیک و مسلمان باید اینگونه باشد و هیچ وقت برادر خود را، همدین خود را، هم میهن خود را و برادر خونی خود را که هیچ وقت تنها نگذارد. در هیچ مکان نباید که ما دست بکشیم، در هر حالت برادر خودمان قرار میگیرد. باید از برادر خود دفاع کنیم، ایستادگی کنیم و بیستیم و برای پیروزی او مبارزه ببریم. البته شما تشکر میکنم به هر دوتان که واقعا مردانگی کردین، زندان هم شیدین و عین حال رفتین در تاجیکستان سربلندانه و با یکدیگر زندگی میکنید و مطمئن باشید که شما هیچ وقت در هیچ حالت با یکدیگرت دیگر دشمنی نمی کنید. شما در هیچ حالت نااطمینانی نسبت یکدیگرت نمی کنید که برادر من نسبت من یک حرف خواهد زد، برادر من نسبت من دشمنی دارد، برادر من یگان کس دا یگان گپ زد. تو همیشه میدانی که یک برادر داری در پسترین حالت در کنار توست. اگر برایش 10 سالم زندان میشیشتی باز کافی است. همین قدر که برادری تو در کنار توست در تمام حالت ها، این برات کافی است. و برای همین من به شما مبارک میگم و برای شما تبریک میگم. این جسارانگی و این برادری شما را، ملت تاجیک باید برادری را از هر دو شما یاد بگیرد. زنده باشی برادران. خورشید و خیا بفرمایید دوست گرامی، به برنامه خوش آمدید. من ایره یک بلاک کنم، نفس سگده بلاک. زنده و سلامت باشین دوستان و هموطنان عزیز. شما رو به خدا میسپارم. طول 35 دقیقه در پخش مستقیم بودیم و من اصلا گریپ بودم و میخواستم زیادتر هم صحبت کنم. موضوع دیگری ما باقی مونده، یک موضوع دیگر هم داشتیم. راستی از این گریپ، از این قرقونگلون تو حاضر در میکنند و خستگی، به همین خاطر دوست ندارم دیگر وقت شما را زیاد بگیرم. به همین خاطر دیگر ما رو ببخشین. امیدوارم که بتوانیم در برنامه‌های بعدی بازم بیشتر در کنار شما قرار بگیریم و انشاءالله همینین پیرامون موضوعهای گوناگون صحبت کنیم و کوشش کنیم که به یکدیگر کمک برسونیم انشاءالله همینین در هر موضوع و هر سمتی که نباشد. ما یکدیگر رو انشاءالله در همه حالت تنها نمیگذاریم و به یکدیگر کمک میکنیم. من از برادری و از تمام دوستانی که ما را دستگیری میکنن تشکر میکنم و سپاسگزارم که اگرچه تعداد ما بازم کم است، ما جدیداً کانال ها رو باز کردیم و جدیداً مبارزه رو آغاز کردیم. اولی مبارزه همیشه سخت است و اولی راه همیشه سخت است و انشاءالله که من از شما تشکر میکنم ما را تنها نمیگذارین، در کنار ما میستین و انشاءالله که همین گونه برای ما نیرو میبخشین که ما مبارزه‌مون پیش میبریم و مبارزه‌مون ادامه میدهیم و اراده‌مون رو قوی میکنه و در راه دین و در راه ملت و در راه کشور میستیم. زنده، سلامت و پیروز و سعادتمند باشید. شما را به خدا میسپارم و تا برنامه بعدی پروردگار همه شما را در امان و در حفظش نگه بدارد و وطن ما و سرزمین ما را پروردگار درخشان تر بگرداند، آبادتر بگرداند. پروردگار ملت مظلوم ما از جمله ملت مهاجر و مظلومان مهاجر تاجیک را که در تاجیکستان را که در فدراسیون روسیه زیر ضربه و زیر شکنجه
ظالمان قرار دارند، پروردگار آنها را در کوتاه‌ترین فرصت به وطن بربگرداند و آزاد بگرداند. پروردگار تمام زندانی‌های سیاسی و تمام زندانیان بیگناه را در کوتاه‌ترین فرصت آزاد بگرداند و به نزد والدین و زن و فرزندانشان بربگرداند. پروردگار ما مهاجران مهنتی را که امروز در دوری از وطن، در دوری از پدر و مادر، در دوری از خویشاوندان قرار داره، پروردگار ما را به وطن بربگرداند به سر بلند و وطن ما و شما را آزاد بگرداند که ما در یک وطن آزادانه زندگی کنیم و آزادانه با همدیگر در یک فضای خوب زندگی کنیم. همه شما را به خدا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، همدیاران و هموطنان عزیز.